نفر کشته بود. به می 1 سال صدای جنگ شنیدیم، صدای قتل شنیدیم، صدای کشتار 200 نفری و 100 نفری شنیدیم. بله، این دشمنانی که امروز در گوشه و کنار پتاقی بگذار و بم بگذار و این عالم شهید بکن، این در هر عصر و زمانی بود. در زمان سیدنا عمر که عدالتش، امنیتش تا به قام قیامت دیگه چنین امنیت و عدالت نمیایه. سیدنا عمر رضی الله عنه کجا شهید شدن؟ داخل محراب، داخل مسجد رسول صلی الله علیه وسلم شهید شدن. میشه در هر عصر و زمانی میشه. سیدنا علی کجا شهید شدن؟ در مسیر مسجد شهید شدن. سیدنا عثمان کجا شهید شدن؟ سر آیه قرآن فسیکفیکهم الله شهید شدن. در هر عصر و زمان دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن خواستن که حکومت اسلامی و یک ملت مسلمان به وحشت و به تزلزل بندازن. پنجم